тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави Хатлон Синаморо тамошо намоед, пас ба канали Хатлон Синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Хатлон Синамо тақдим мекунад. فیلم مذکور اساسی واقعی داشته، سیمای قهرمانان تخیلی آفریده شده‌اند. بیای. السلام علیکم. سلام. من برای شما قهوه آماده کردم. زحمت کشیدی. نوشی جانتان. تشکر. دستت درد رو نبینه. اکای نوزیم. لبای. سلامتیتان خوب است. تشکر. با فکرم آشفته خاطر می‌نمایید. کمی با فکر رفتم. فکر ایجادی. نه. افزایتان تماما با فکر ایجادی مانند نیست. سیورا، تو با من بگو برای چی بعضی مردم معنویات رو درک نمی‌کنند؟ آخر صنعت تئاتری این جزء معنویات است کو. بعضی این تئاتر آینه زندگی میگویند. میدونی من همین کسب رو به خاطر آن انتخاب کردم که در تربیت معنوی مردم سهم گذاشته توانم. زحمت میکشم، کوشش میکنم تا اینکه لطفی سخن معنی حیات و ممات رو به مردم گفته توانم. لیکن از همه شخصای به دل نزدیکت مادامی که تو رو نمیفهمند، پس دیگر از بیگانگان چی گله کنم؟ یا اینکه سریا خان همین انتخاب کسبم این خطای من باشده؟ نه نازیم جان، شما هنرمندی اصیله. خواهش میکنم خودتان رو به دست گیرید. همه از خوب میشود. فیروزه؟ چی گپ شد؟ تینجی هست؟ ها تینجی تروستان بیا از اینجا را آبی دیدن نریزون وای ارتیست ارزنده نیست.
خواهش میکنم خودتون با دست گیرید. التماس. شرایو خان تو خودت میدونیستی که من و فیروزه همدیگر رو دوست داشته اویلا برپا کردیم. وای هم میدونیست که من هنرپیشه هستم. وای به این راضی بود. اما امروز کسبی من مانع خوشبختی من شده است. هیچ نمیفهمم. اکای نازیم شاید فیروزه رو دیگران از راه میزنند. شاید لیکن آخر فیروزه هم خودش به عقل نیست که آخر چرا گرفته سخن دیگران شود؟ همش خوب می شود. التماس خودتان رو با دست گیرید و بعد از 5 دقیقه تمرین سر می شود. نمیفهمم. بجز آن همین فکر دیگر یگون فکر در سرم نمیخونجد. خواهش میکنم خودتان رو با دست گیرید و تیار شده بیایید. خوب مایلش حاضر میمونم. فیروزه من با زندگی شخصی تو کار ندارم. لیکن دختری خاله هم هستی دیلم به تو میسوزد. میخوای آزی رفته جزایش رو میدیم؟ نه التماس بیا برگان جای بلندی روه. لکه سرخچم اینجا بیا بچه اینجا بیا. هی ننگ ناموسی مردکی درگجای ننگ ناموسی مردکی درگجای نخواد انسان نخواد مردگی زنش بترسه نخواد مردگی زنش بترسه. ای بای این همسایه ها چی میگن؟ بیامانه استوب نهشید. ای نازیم تو چیکار کردی؟ تو پارتنر رئیس میکنی یا نه؟ تو اکتیور یا که تو اوی تئاتر یا کارخود نهشید. های سر از همینجا؟ های اول تو ننگ ناموسی مردکی داری. ننگ ناموسی مردکی داری. این مردم چی میگه؟ نخواه مردک ای زنش بترسه. نخواه مردک ای زنش بترسه. بیامانه صدقچم گوش کن. استوب نشیده نازیم تماما نشید. پرنیا رئیس نکده زی هیچ فکر در کیم کجای دیگره نشید. ای اولش همین که من از اوده نقش برآمدن نمیتونم. خیلی خودتون بیه نقش بازی کنه نباشد. چخیلی گپه تو وظیفته تو اکتیوری. باشه ای بای نازیم دیام بگردونش باشا نمیجر نیک ناز موزیکات. اوی تئاتر یا کالخوز. ایستا نازیم برام شب ای پس آی کار گردون است. ایستا نازیم کامیل حاضر من کسی روش میدن نمیخونم. نازیم اینقدر زحمتی مو چی میشود؟ کامیل از پس کاری خودت شو. التماس خواهش میکنم. نازیم نازیم من میدونم که این لحظه خیلی برای تو دشوار است. لیکن خواهش میکنم که آروم شوم. این روزهای سختم پس سر شده روزهای نقصم میشود. سیاره برای چی کسی من رو نمیفهمم؟ نازیم جان او من هستم که التماس فقط عصبانی نشوم. خیلیت که تو هستی سیاره. ببخش سیاره یک دقیقه. الو الو لبه کسو بیر
نوزیم جان تو در کجایی؟ من در تئاتر. نوزیم جان تو با نزدیک قهوه‌خانه برگری شهر اومده میتونی؟ کنجی است؟ آخر برادری عزیز من شما یک پیاله چای قرض دارم کو با یاد داده؟ مایلش کمی. سلامت باشید. مایلش خوب. من در اومدگوی قهوه‌خانه شما رو انتظار میشوم. سلامت باشید. фирӯза ба чӣ хулос омадӣ? рости гап рустамҷон, ман чӣ кор карданамро намедонам. чӣ мегам? ҳеҷ чиз. хуб фикр кун. ассалому алайкум. ایوا السلام علیکم. باش برو تشریف نبرم. مرحبا نازیم جانم شما اینجا جای گیره؟ موزیه خوب فکر کن. دیگر علاج نیست. فکر بودم خطی فیروزه؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ کاری تو با من نباش. احمق. تو چی گفتی صدایی؟ خودت احمق. رو با سر اون اکتریسایی که همیشه در آغوشت هستند با اونها دادم. رو از پیشم. نشنیدی چی میگه؟ گفتم اونو. تو لعنتی تو خودت کی؟ بیا برو کم بیا. یه باشده بیا اکاز کشتون نرده. اینجا جای جمعیتی بس با تو همه نشنم رو دو نمیشنم دیدی رفته باشه. انا همین است واقعی زندگی من اکر. انا اصلا من نفهمیدم نازیم جان که تو برای چی مثل من مایزده شده. بیایم خدا ها رو میگیریم. بعد من برای تو یک حادثه رو نقل میکنم. سلامت باشه دکتر. نازیم جان منم مثل تو در وقتش جوان بودم، زیبا بودم، صاحب وظیفه، خانه و درم رو نمیگویی. رفیقانم بسیار بودم، لیکن در یک نیجه زدن همه‌اش از دستم رفت. میفهمم اکر. نازیم جان حیران میشوی. برای چی نمیپرسی که چه خیلی این حادثه با من رخ داد؟ چه خیلی شده اکر؟ از رشکی بدی زن میفهمی؟ میفهمم. نازیم جان تو فرزند داری؟ نه اکر. انا اکنون تو فکر کن که من دو فرزند دارم.
آنها رو یاد میکنم. درونی جگرم میسوزد نازیم جان، میفهمی؟ لیکن چی لاج؟ از پشتی زنی بدرشکم من بچه یه روزها زدم. اگر ننوشم تحمل کردنی چنین درد رو ندارم نازیم. بسیار دردی جانسوز است. نفهم. اکه صبح لبای من یک چیز رو میخوام از شما پرسم. برامد همین رشکی بیهوده زنها کی به انجام میرسیده باشد؟ نازیم جان هیچ وقت حاضر کلی مرحمت دارین. رستم با فیروزه چی شد؟ با همون ارتیستی کثافت بخوردیم. با نازیم بخوردید؟ در کجا؟ در طرفخانه خوراک میخوردیم که وای کثافت از کجای پیدا شد و فیروزه رو خفه کرد. این ارتیست نمرد که من از وی خلاص شوم. خیر میلش. رستم جان خانه دارم. یک پیاله چای منوشی بعد میروی. رحمت خاله جان این بگو اکرم زود روز دارم کو. با چم الکی تیار شده است. رفته بیارم. میلش جان خوب. میلش خوب خیر. و بچه جان بیا دختر جان تا بگو وقت کم مونده است. دسترخوان رو باید آرایش دیم. بیا با من کمک کن. آمدم چه؟ دگونه این هم شریفی تخم فروش هم میگو. چو کده؟ اون روز رفتم یه چکه تخم گرفتم. نغزده؟ آخی گوش که داونشا نغزده؟ یه چکه تخم دو تشتاز برامد دیگه همش جزیر برامد. همش لق برامد. بعد نبود در سرش بشپی. رفتم میگه خیلی همسایه ببخش. همه کلینتون بردن میگه همش ویران اومدن وزارت کردن. اکای ترا نمیتون. خدا بگیرد تا به سواده وزارت نه وزبرت. اکه موردی ای با سوادی را نبودش خیلی وزبرت همه آخی ندادن خلاصو. گوش که مرا میمبری اگه سمیشکه حلال بخریم نوبتی من باشد که میگوی که همه حواسای چارسومه بخر تلخ دهنی شیرین ما تلخ خدا بگیرم دهه تلخ تاخه دگونه باباش پنسش نگرفته بود برای همون سیمیچکه های از ما آوردم باباش پنسش بگیره که هر یک سیمیچکه وای چیکار باشد اکا ملیسا سلام علیکم سلام علیکم بزن اپا خوبه میگم تینجیه؟ تینجی اپا میگم همی دوم دایگان جوشتا کامیرای مشاهده‌ای نزده باشن نمیدونی ای هست دوتا این یا تامنه تینجی های اخی تو در تینجی یک دو روز پیش روز دیگه با میجد جنجال انا دیدی دگانا فهمیدم دیدی
بچه گلنگار قطعی بچه زرنگار هول ببین یک خسروستی من نشه ببینم برنسینا اینمی بچه گلنگار قطعی بچه زرنگار ایرو یاد دختر شپ و شپ کردن کو نمی سری گوش کن بچه گلنگار کو بچه زرنگار همی که تیلا زد سرش در اونمو تنزی سیمون زد سرش کو پاک خست تربوز واری کافی در اون تنزی سیمین تای کو اونمو جا با رحمت مودا کی سکوری را تلفن کردیم اومدم بردن شد سلامت باشه پا هزار آمد سلامت میگم که گلنگار زرنگار انا بچه گلنگار قدش بلندی سازینه انا بچه زرنگار قدش پستکی زردینه اوش فهمیدین قد قومت چقدی بنویسین گوش کن ای بچه مرا گوش کن ای هر روز رفت آمدن تا همین نمره تلفن تا بته چه خط خبری بشه کو زنگ میزنه میگم راست میگه تمام میگه اوز من نمره تلفن اوز اینا ای قخت عذاب میتی در گرمی چی کن میکنی اوز اینا پا ادختا سوز بخو خدا میگیره فیلتر خبیتا میخلیکی اینا پا جان کدام وقت میتونی زنگ زنی شب روزه کی که میتونی زنگ زنی اقیت دیگه آمدم بنویس بته با ایده من خبرها را تست میفهمم هشیار یاد گنا بیو ولی رقمات البته یاد خبری دیگه شب زنگ میزنم میگم کو دیوار موش داره موشا گوش داره راست میگم مایل خوب رحمت کن سلامت باشه ایده گنا سوز کردیم گفتیم شب خوب کردی گفتیم ایمون برنگو مشکنم بایم ایده گوشمون تینج میشینیم در جون بیزار شده من همین جنگ جاندو تینجی را در همین دوم ندیدم بیبی جان جانی بیبی برای چی هر وقتی که درباره بابایم میپرسم شما گپ رو دیگر طرف میبره؟ این رسمی بابایم دستکش است ها؟ بله جانی بیبی این رسمی بابایم را کی کشیده باشد؟ خیلی عالی بر آمده است ها؟ یک دوستی رسام داشتند به خانه زود اومده میرفتند این رسمی کشیدهشون رو در روزی زادروزی بابایت به او تحفه کرده بودن بیبی جان از خاطرات زندگی بابایم کمی نقل کنه جانی بیبی ما یک زندگی شیرین و تکرار داشتیم بابایت هنرپیشه اصیل بودند اون زمان ها ما در شهر زندگی میکردیم اینقدر دوستانی زیاد داشتند رفیقان شاگردانی زیاد داشتند خانه‌مون دائم پر از مهمان بود بابایت را همه بسیار دوست می داشتند بیبی جان اگر بابایم وفات نمیکرد این سال چند ساله بودن؟ همین سال 70 سالگیشون رو باید قید میکردیم ولی افسوس بیبی جان بیبی زیخ نکنی بخشش بیبی جان دیگر نمیپرسم درباره بابایم دیگر نمیپرسم گیره نکنیم بیبی جان مرا نگاه کنه دیگر گیره نکنه بیبی جان تقای نازیمم به نزدیکی همراه ینگه هم میبیاید با آنها چی خوراک پزیم؟ چی دلت خواهد؟ آخه ینگه فیروزه از شهر است خوراکای ما را محکوم میکرده باشد شاید محکوم کند تیار میبینیم گیره نکنه زیقی نکنه خوش آمدید مرحمت اکنون وقتی سخن گفتنم فرا رسید اجازه دهید سخن تبریکم رو بگویم مرحمت چون در رفریت میگویند که برادر خوب است یا دوست برادر خوب است به شرطی که دوست باشد بله من و مردم سالهای زیاد است که بوجه هستیم و بر این دوستی نزدیک هم هستیم زادروز مبارک باشد دوستان سلامت باشید اکا جون اپا جون
با فکرم شما چه سخنی گفتنی بودید؟ او چرا نه؟ شخصا من از نام خودم، از نام پسرم رستم جان، از نام شوهرم به شما یزن جان به زاد روزتون شما رو تبریک گفته به شما عمری دراز، رزق فراوان و از همه بهترین سلامتی بردوام خواهانم. سلامت باشه. بچه خیلی که میگوین امروز ما هم به زاد روزو و هم باز با یک نیتی نیک. یک لحظه بخشش. هیچ گمی. سلام خواهر. چی میگویی؟ چی میگویم؟ برای فیروزه آمده. را فیروزه نیست. سویا در خیلی شما حالا باید شما در زندگی من دخالت نکنید. آخر فیروزه زندگی من است و زن من است. گپ زن. رم هوشیار شو با گپ میزنیم رم. من هوشیارم. شما چی گفته ایستادین شما؟ فیروزه رو فرار کن. اوزا میخوام یک دقیقه. شما بالا گپ میزنید. وای زنی من است. بفهمید. گپ زن. ای خدا. رم هوشیار شو با گپ میزنیم. من هوشیارم. من هوشیارم. فیروزه رو دعوت کن. چی گپ بودش؟ چی اینقدر غوغا میبرداری تو؟ توی شما چند روز پیش به من گفتید که ما با یک خلاصه میاییم با تو زنگ میزنیم. همون خیال بود. لیکن شما به من زنگ نزدید. آخه چند روز شد. بس. آخه چقدر تنها من باید بس کنم. بس. او فیروزه زن من است. من اکنون فهمیدم که تو چقدر آدمی بی فرهنگ و بی فراست بوده ای. صدقه نام ارتیست شوی. در دوام زندگیتون من یگام در لبان دخترم خنده را ندیدم. من فکر می‌کردم که تو انسانی، تو یک حیوان بوده ای. بوشو از خانه من. حیوان نگین تقوی. حیوان نگین. آخر فیروزه زن من است. تو فیروزه رو از اینجا نبرم به هیچ کجا نمیروم. من فیروزه رو فرار. تو دیگر خاکی پای فیروزه رو نمیبینی. بوشو از خانه من. خدا یک طرفی سد. من چند بار به تو گفتم با فیروزه کار نگیر. تو خودت کی؟ روشا حیوان. آرام شد. التماس آرام شد.